سلام، خوش اومدید چنل گشتاور. امروز سرسیورز 6 پرو داریم. این ماشین دیگه با برند MV مرزا نمیشه و با برند جنکت یعنی همون فونیکس که محصولات لوکس مدیران خودرو دیگه با این برند مرزا میشن. خب این ماشین یه فیس لیفت شده یارز 6 هستش. ببینید ما یه تغییراتی ما توی جلو پنجره این ماشین داریم و یه احساسی میکنم به گرافیک چراغام یکم عوض شده. مه شکن جلو هنوز نداریم و دیلایت هم داریم و دوربین جلو زیر آرم و آرم نسبتا بزرگ، یعنی حالت تقریبا یه وجه هستش و اینکه قبل از هر چیزی من یه نقطه ضعف میخوام راجع به این ماشین بگم. این سویچ مال سویچ ارزو 5 هستش. ارزو 5 زیر مدل 99. این ماشین برای چی باید این سویچ رو داشته باشه؟ ما سویچ های تیکا 8 پرو رو داریم، تیکا 7 پرو رو داریم، سویچ های به اون زیبایی. نه اینکه بگم این زشته ها، ولی واقعا میتونه سویچ قشنگتری داشته باشه. خب قبل از این بریم هر چیز قوه محرکه این ماشین رو ببینیم. این ماشین یه موتور 1.5 لیتری توربو شارژ داره که با یک گیربکس 9 سرعت تقریبا تنظیم شده و خدا رو شکر خوبم راه میره. شتاب 9 ثانیه‌ای به ما داده. یه فرق خیلی جزئی آرم چری دیگه اینجاست، قبلا آرم MVM بود. و اینکه دیگه بخوایم بگیم موتورش خیلی جمع و جور هستش و خیلی از همه لحاظ اوکیه. توربوش هم این پشت هستش و که فکر نمی‌کنم تو تصویر زیاد معلوم بشه که چیز خاصی هم که ما تو موتور نداریم. گیربکسش هم اگه یه بار دیگه بتونم بگم که نسل 3 9 سرعته CVT، شتاب 9 ثانیه‌ای. قدرت موتور میشه 157 است و 223 گشت‌آور. ماشین از این لحاظایی راه میره. رینگ ها تغییرات جزئی کردن و کاپرینگ به کاپرینگ فونیکس تبدیل شده. خب تغییر بعدی اینجا ما نوشته آریزو رو داریم و این ماشین کلس هستش و اینم دکمه کلس روی در راننده. کلس شاگرد حذف شده متاسفانه. و بریم سراغ عقب ماشین. توی بخش جانبی هم ما طراحی زیاد فرقی نکرد و سپر جلو هم تغییرات زیادی داشته و نوشته آرزو LED تک و چراغ‌های عقب پیوسته ما توی این ماشین داریم. خب و باز هم هنوز سنسورها به رنگ مشکی توی این ماشین کار شده. شرکت زحمت به خودش نداده اگه سنسور به ما رنگ کنه و اینا که ببینید چراغ‌ها واقعا خیلی خوشگل شده. 1.5 توربوشش تی قرمز واقعا جذاب میکنه. 2 پرو هم یه قرمز هستش که حالا قشنگه. ارزو 6 پرو و این زیمایان دکمه داریم و باتری صندوق، ولی باتری ماشین متأسفانه تموم شده و باز نمیشه. دوربین دنده عقب و اینم اینجا دوتا اگزوز فیک رو داریم و دیفیوزر و مه شکن عقب و اینم از این. خب بال عقب کوسه ای هم روی سقف اضافه شده که همرنگ بدنه هستش. ما تو اینجا 2 باکس داریم، یکیش اینجاست و یکیش هم این وسط عقبش که به زیر آرنجی هم تبدیل شده. ببینید یه باکس کوچیک ما اینجا داریم که ببینید تا این زیرم جاه. ببینید این دست من در نظر بگیرید این انقدرم یک هفته است این زیرش جاه تا پایین. خب به جز اینم حالا بهتون یه بار دیگه نشون بدم. ببین چیه، یکم دقت کنید توش. میدونم این بعد در بیاد ولی نه دیگه اینقدر راحت. اینو ببین سخت‌تر در میاد. اصلا الان من نتونستم در بیارم. و اینجا هم باکس داریم که فلشمون رو میتونیم جا بزنیم و خروجی 12 ولتمون هم که همینجا هستش. ولی این کاش یه چیزی اینجا بود. این مثلا اینجا من یه نمیزدم میشه خودش برمیگشت میومد اینجا. فکر کنم خیلی ازون بدونید چی میگم ولی خب ندونم چی باشه. کولر این ماشین نسخه قدیمش اتومات نبود و خوشبختانه به اتومات تبدیل شده. واقعا چیز خیلی خوبی هستش. کلاسش هم رنگش عوض شده. برند آرم فونیکس هم روی فرمون اضافه شده و فرمون دیکات شده. بله و پشت امپرمون هم به صورت کاملا دیجیتالی شده. خب بریم این ور ماشین هم ببینیم با هم. خب اینجا ما یه دکمه داریم واسه خاموش ESP هستش. این ور AVM رو داریم برای فعال کردن دوربین 360 رو مانیتور. یعنی من اینو بزنم دوربین 360 حالا میشه مثلا ببینید که بزنم دنده عقب یا هر چیزی. اکو اسپورت و این پایین‌ترم دکمه تاشونده آینه و اینم تنظیمات آینه. اگه دقت کنید این تو تمام ماشین‌های چری هستش. همین
فیدیلیتی هم که مال شرکت زی مجموعه چیقی هستش هم همینو داره. X22 فقط این آینه تاشو برقی نده، تو پروش تو تیپ آی ایش هم حالا اضافه شده. یعنی همین ترکیب اضافه میکنن، طراحی مجددی نشون شده و کلیت هم که این ارز 5 نیو، این ارز 6 و این ارز 6 پرو همشون اونم یه چیزه. اینم که بهتون گفتم و این تیکه نرمه، اینجا بازم خشکه و اینم نرمه و اینم این دوخت قرمزم اینجا کار شده که قشنگش میکنه. طراحی داخلیش هم خوبه و بریم حالا ما مجدد تو کنسول وسط. خب ما توی ماشین سردنده الکترونیک رو داریم که خوشبختانه هستش، چون قرار بود حذف بشه. ما توی ماشین نسخه تیپترونیک هم داریم که دستگیر سسیویتی تیپترونیک ندارن، با دور موتور بهتون بالا پایین میکنن. ترمز پارک برقی و اتو هولد. اتو هولد هم هر دفعه گفتیم چیکار میکنه و مجددا میگیم. ما الان گی باکس مثلا گذاشتیم توی دی، ماشین روشنه، اگه اتو هولد رو بزنیم دیگه ماشین با سرعت کمی راه نمیره. اگه بزنیم ماشین اتومات تو دی با سرعت کمی راه میره. یه ساعت تو ترافیک خیلی به دردتون میخوره. ما اینجا یه چیز خیلی کوچولو برای کار کردن ما مانیتور داریم. این مال ولومش هستش، این برای خاموش روشن، این هومش و اینم ستینگش. گرم کنهای صندلی جلو عقب به صورت 2 حالته هستش و همین. ردیف جلو دیگه چیزی نداریم بجز یه سانروف ابعاد مناسب. همینطور که می‌بینید یه سانروف با ابعاد خوبم توی این ماشین اضافه شده و یه چند تا چیز دیگه که ببینید. اتو روی قسمت برف پاکن اضافه شده، یعنی که ما سنسور باران داریم و سنسور نورم که داشتیم از قبل. اینم خیلی خوبه و اینکه طراحی داخلیش خیلی تغییرات قشنگی داشته. آفتابگیر راننده هم به سبک ماشین‌های چری یه آینه هم دارن، بعضی ماشین‌ها ایرانی ندارن و همین بود. بریم ردیف عقب. من اومدم این ماشین که بهتون بهتر توضیح بدم. ببینید این ماشین که کفی‌های بابل بهتون میدن که واقعا چیز جذابی میشه و اینم صندوقش هستش. حالا چون ماشین باتری نداشت ما نتونستیم بگیم. فضا صندوقش هم خوبه و اینم که میخوابه جذابش میکنه. و یه چیزی که یادم رفت به شما بگیم اینه که صندلی راننده برقی هستش. خب اینو ما ببندیم. همینطور که میبینید ما توی ماشین رادیو نقطه کو رو داریم که علامتش اینجا و اون بر آینه هستش. حالا ما این بر فقط بهتون نشون میدیم. برف‌کن‌های ماشین با برند بوش هستش و لاستیک ها با برند جی تی هستش. ولی لیست من با تو شرط می‌بندم ماشین تحویلی با لاستیک کبیر. اینم از این و دیگه چیز خاصی ما توی ماشین نداریم. مثل همیشه خیلی ممنون که با چنل گشته و همراه بودین. لطفاً بریم بقیه ویدیو ما هم ببینید.